وقتی با من بیرونی برای چی به اون مرد نگاه میکنی؟ دستم برات. فردای کاری دارم نمیرسم بیام شرکت. یه کافه بهتون میگم بیاد اونجا کارا رو با هم کنیم. این شماره رو میگیری میگی بهم زبان یاد بده. حیوونی دیگه. این پیجه استوری اولش چقدر ویو و ریپلای خورده بود؟ 50 کا ویو 20 کا ریپلای. 50 تا 20 تا ریپلای؟ آره. جدی داری میگی؟ دختر تو چقدر خلاق و باهوشی. ممنونم. من میخواستم یه چیزی بهتون بگم. چی؟ راستش من ازتون امیرات خواهش میکنم. خوشم آمده. چه ایرادی مگه داره با هم دیگه آشنا شیم؟ من تازه طلاق گرفتم. اصلا حال خوبی ندارم و حتی به هیچ مردی هم دیگه اعتماد ندارم. چرا نتونید اعتماد کنید؟ من تو زندگی قبلیم دوستم برام پاپوش دوخت. بهم خیانت کرد. شوهرم ازش من حرف بزنم. من از خونه انداخت بیرون. خواهش میکنم فقط یه فرصت بدید با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم. ولی آقای سلام، آموزشگاه زبان؟ سلام، واسه خوشگله آموزشگاه زبانه. بله خوب زبون ریختی اون روز. معلومه خوشت اومده. پایه فردا هم دیگر ببینی؟ آره اوکی. حله، پس آدرس میفرستم برات. سپاس خانم زیبا. خدافظ. خدافظی. الو شیرینی خوشگله. چی شد؟ چه زود که همچه خیلی سخت بود زدن مخش. اذیتم شدی یا خیلی خیلی. خب الان چی شد؟ فردا با هم قرار گذاشت. ای مارموز کثافت. خب دیگه وقتمو نگیر، من فقط با خانوما صحبت میکنم. شو خوش. بریم یه دوری بزنیم؟ بریم.